سلام. با وجود اینکه الان همه در تب و تاب جام جهانی هستند، اما توی این قسمت از آفساید می‌خوایم گزارشی داشته باشیم از یک فوتبال متفاوت یا شاید هم بیشتر خرس وسط درون حکومتی، اونم بر سر ماجرای برجام نافرجام. چون وقتی توی نظام یک جنازه‌ای مثل برجام روی دست میمونه و دنبال یک مقصر میگردند، اون وقتی که رونالدوی درونشون رو میاد و همه با شوت‌های بلند توپ رو از خودشون دور میکنند. حتی بازیکنی مثل شیخ بری که روزگاری با دادن این وعده‌ها اسپانسر اصلی برجام بود. در روز اجرای توافق تمام تحریم‌های مالی، تمام تحریم‌های بانکی، تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. برجام یه آثار دائمی داره الی یوم القیامه میماند، از بین نمیره هیچ وقت. حالا من نمیدونم ما الان به یوم القیامه رسیدیم یا نه، ولی در هر حال هیچ کدوم از اون آثار ماندگار برجام دیگه دیده نمیشه. چون اگر قرار بود با برجام همه قفل‌های مملکت باز بشه، الان فقط کلیدش تو دست روحانی مونده و خنده تلخش واسه ملت. با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد. بدونید شما هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد. بفرما. این فیلم که روزگاری استراتژی تبلیغات انتخاباتی روحانی روش سوار شده بود، الان به عنوان فیلم خنده‌دار داره به این مردم دست به دست میشه. قشنگ معلومه بهش گفتن این کلید کمد رو باید اینطوری نشون بدی، اینم به خودش نگاه میکنه ببینه که درست گرفتی یا نه. یعنی اینقدر آبروریزیه که حتی خود روحانی هم دیگه این فیلم رو به یاد نمیاره. من نگفتم که کلید همه مشکلات کشور حل موضوع هسته‌ای است. قشنگ معلومه که مثل دروازه‌بان‌ها توپ رو گرفته فقط میزنه زیرش که از خودش دور کنه. میگه من نگفتم همه مشکلات با برجام حل میشه، فقط گفتم محیط زیست و اشتغال و صنایع و بانک‌ها و آب خوردن ملت با برجام حل میشه. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه. اگر تحریم بره قرار اینا حل بشه، ولی اگر الان به جای تحریم شرکت هایی برن که قرار بود سرمایه گذاری کنن چی؟ اینجاست که روحانی توپ رو با یه پاس بلند برای علی خامنه ای میفرسته. ما هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشتیم مگر اون که با مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم. ایشون نامه‌های مکتوبش هست، نامه‌هایی که به من خطاب کرده و دستوری که من دادم رو نامه‌های ایشون. هیچ نامه‌ای نبوده ایشون بنویسه و من دستور قاطع ندم که عین اون چه ایشون گفته باید اجرا بشه. حالا توپ توی زمین خامنه ایه. به هر حال هر چی که باشه ایشون ولی فقیه مملکته. یعنی اگر هر چیزی زیر دستش نباشه، تصمیم به این مهمی که نمیتونه بدون تایید خامنه ای گرفته شده باشه. بعضی از مسئولین دولت مردان فکر میکنن که در قضیه هسته‌ای ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم موضوع حل بشه. گفتیم خیلی خوب، اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید. خب پس فرمان شروع مذاکره رو عظما صادر کرده و خودش هم داره تایید میکنه. اما ناکس حواسش هست، یه جوری با توپ بازی میکنه که گلی توی دروازه خودش نره. بنده در جزئیات مذاکره دخالتی نکردم، بازم نمیکنم. میگه ما گفتیم مذاکره کنید، ولی دیگه جزئیاتش رو به گردن نمیگیره. خسته نباشی، همه خرابکاری‌ها توی همون جزئیاته. حالا همین که میخواستیم ریز بشیم که توی جزئیات تقصیر کیه، یهو ولایتی میدوه وسط و یه گرد و خاکی میکنه و توپ رو میشوته توی زمین مترجم. یه اشکال دیگری که این داشت این که اولین مورد
از معاهدات ما و بیگانگان بود که متن فارسی نداشت. ترکمانچای گلستان هم متن فارسی دارن. بالاخره این نماینده مجلس باید بدونه که چه آشی داره پخت و پز میشه. بقیه باید بدونن، بفهم. بالاخره هر کسی زبان مادریشو بهتر میفهمه. آهان، یعنی الان تو متن انگلیسی که ظریفینا امضا کردن تحریما لغو شده، همه چیز گل و بلبله، اما تو ترجمه فارسیه که اقتصاد فشل شده، بیکاری و گرونی دمار از روزگار مردم در آورده ها. یعنی اگر فقط زبان مادری رو از فارسی ببریم روی انگلیسی دیگه احساس تو سوئیس بودن بهمون دست میده. حالا دوباره خامنه‌ای پشت تو، یک پاس دقیق برای MJ ظریف. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد. خود وزیر محترم خارجه خود ایشون همین اعتراض رو داره میکنه. این به خاطر این است که ما اونجا یک مسامحه‌ای انجام گرفته از ناحیه ما. اگه این تسامح انجام نمیگرفت، اعتماد به دشمن نمیشد، دشمن راهش بسته بود، نمیتوانست این کار رو انجام. بله، پس اونجا تو جزئیات همون هایی که خیلی هم عرق ریختن میخواد بگه همه چیز تقصیر هموناست. اما آخه اینا که ولی فقیه نبودن که بتونن چنین تصمیمی رو تکی بگیرن. پس مشکل کجا بوده؟ ولایتی یه بار دیگه دورخیز میکنه، این بار تو رو روانه میکنه به سمت رسانه ها. خیلی از این کارا رو با مسائل تهاجمات روانی پیش بردن. شب رادیوهای بیگانه و رسانه‌های ضد انقلاب خط میدادن که چیکار باید و ذهن مردم مشوب میکردن. خب باید از این طرف یه دفاعی باشه، یعنی واقعا متخصصین جنگ روانی یا دفاع روانی هم باید میبودن که در مقابل این کار میکردن. چی شد؟ رسانه‌های ضد انقلاب؟ یعنی ما؟ آقا این توپ رو شدید این برکی. والا نمیدونستم کار روانی اینقدر توی مذاکرات تأثیر داشته. اما به هر حال ظریف هرچی هم که با خودش از مذاکرات آورده، بالاخره مگه قرار نبود که توی مجلس هم سر فرصت بشینن روش بحث کنن، بررسی کنن؟ آخه این چیزی که سرنوشت کشور باش بستگی داره، مجلس باید ظرف 20 دقیقه تصویب کنه. خب ممکنه بگن که ما کاراشو تو کمیسیونا کرده بودیم. خواهی کار درست کار کردن که با این مصیبت گرفتار نمی‌شدیم. معلوم مجلس هم کار خودش انجام نداده. به شما عرض بکنم مجلس هم کار خودش انجام نداده. آقا این ولایتی مردنی ولی به نظر توپ پخش کنه خوبی میاد، امون نمیده، سری توپ رو پاس میده. حالا بریم سراغ نمایندگان مجلس اون موقع و رسایی پشت توپ و حالا یک شوت بلند برای لاریجانی. آقای لاریجانی صحبت کرد و به اصطلاح تو اون 1 ساعت پخت مجلس ها. تعبیر ایشون این بود که بله الان اقتصاد کشور معطل برجام اگه تصویب بشه قفلا باز میشه. حتی تعبیر ایشون این بود که از دفتر رهبری آقای حجازی داره پیگیری میکنه که زودتر تعیین تکلیف کنید. بعدم جالب این بود اون روز مثلا آقای لاریجانی بالا اینطوری میگفت، بعد آقای ابوترابی، آقای باهنر در کف صحنه علنی راه میرفتن و به نماینده ها میگفتن آقا گفته رأی بده. به عقیده من بیش از آقای روحانی آقای لاریجانی باید پاسخگوی برجام و نتایج برجام باشه. بله توی مجلس هم که ته خط توپ افتاد روی میز لاریجانی، دیگه خیلی داره شیر تو شیر میشه. حالا ضربه کاشته و لاریجانی پشت توپ قرار میگیره. از حمایت‌ها و هدایت‌های روشنگرانه رهبر معظم انقلاب هم در ایجاد فناوری هسته‌ای نقش ایشان نقش اول بود و هم در حل این مسئله در دوران اخیر نقش آفرینی ایشان بسیار ارزشمند و هدایت‌های ایشان راهگشا. این هم که دوباره گل به خودی زد، همه چیزو انداخت گردن هدایت‌های مقام عظما. آقا دقیقه 90 داریم نزدیک میشیم به پایان بازی، هنوز این توپ هیچ جا ساکن نشده. اینجاست که اسپانسر اصلی برجام یعنی روحانی خودش رو به توپ میرسونه تا حرف آخر رو بزنه. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام ملت ما آورد، نه ما. برجام رو خدا آورد. همون خدا هم برای این ملت رفاه بیشتر خواهد آورد و همین ملتی که توانست برجام را بسازد
کشور را هم خواهد ساخت. اینم که مسخره فروشی باز کرده. خب اگر مملکت دست ملت و خداست، پس شما اونجا چه غلطی دارید میکنید؟ خب زودتر جمع کنید برید تا ملت خودشون مملکت رو آباد کنن دیگه. در نهایت تنها نتیجه‌ای که میشه از این کی بود من نبودم بازی ها گرفت اینه که در شکست برجام همه مقامات و قوه ها و دستگاه های نظام علل خصوص خود عمود خیمه نظام یعنی خامنه‌ای سهیم هستند و این بهانه‌گیری ها هم هیچ دردی از بنبست برجام دوا نخواهد کرد. خدا نگهدار.